تو کی هستی ها؟ کی هستی؟ هر بلایی که به سرم آید آمده خلاصم میکنی. کنی ایستا. وقتی رویت را دیدن هم رسیده است. رویت را این طرف گردان. این طرف گرد. رویت را گردان. رویت را گردان. یه مردک همون جنگاور کارتکلس دیدین یا ندیدین؟ اونو ندیدین سردارم. اکاونال در بروتا جانم باز اونها از دست دادیم ها. چی خیلی از دست دادیم ها؟ این شب هر نشان دستگیر میشوند وگرنه شب سر نمیشوند. رویت را گردان. برگردان گفتم. ایستا خیر. خدا لعنت کند. کی بودنی تو را من میفهمم. салом алайкум дӯстони азиз. агар шумо ва ягон ёру бародари шумо хоҳиши гузаштани границаи қазоқистонро дошта бошад, пас ба ширкати боириноки мо ки солҳои дароз кору фаъолият мекунанд занг занед. ва агар шумо мушкилие бо ҳуҷҷат доред, онҳо шуморо аз хонаатон омада мегиранд ва ба хости аллоҳ дар роҳ ягон мушкилие ба шумо дучор намешаванд. мошинҳои замонавӣ дорои вайфаи бепул ва агар шумо аз номи канали Tajix Production занг занед, боз ба шумо скидкаи калон мекунанд. рақамҳо дар рӯи экранатон ва дар таги видео. аз заргоҳи илоҳӣ ба шумо сафари бехатарро хоҳонам. احمد شاگردان را بگو که دوست داشته کمال سیاه را گرفته به انبار برند. با خود کمال سیاه باشد بعدا سر و کار میگیرم. بابای قادر را گوش نمیکردگی حق زندگی ندارد. امرتان رو بجا میاریم. معلوم که همراهت نقاب میگردانی ها؟ بخیر است خانم ملیس. چرا در اتاقتون نیستید؟ خوابتون نبرد؟ با تو چی؟ چرا به نزد من اومدی؟ تو رو تنها گذاشتن نمیخواهم ملیس. آدم‌های بابای قادر هر وقت میتوانند تو رو ضرر رسانند. از همه زیاد تو ضرر میرسانی. مرا تنها گذار بس است. اما ملیس، مرا تنها گذار گفتم. شد ملیس، چه خیلی که خواهی دیگر رویم را نمیبینی.
از من خلاصی نداری آشنا جان. کی بودنت را میفهم. آنها به کجا رفتن؟ مردک یک نفری بودن دستگیر کردن نتونستیم. بازی 2 نفر شدن از کجا دستگیر میکنه؟ این جنگاور، این با کارتکلس. اینجا چی گپ است؟ کارتکلس جنگاور رو تعقیب دارد. سردارم، کارتکلس برای چه جنگاور رو تعقیب میکنه؟ ای بچه من چی بدونم؟ دستگیر کردیم از خودش میپرسیم. خدایا این اون رست کن. باز آمده مرا پیدا کردن. دردی سری من باز آمده دنبال من است. دیوانه است. سردارم، ما رو پای نبوده باشن امینو. از کجا پای میبره؟ سیگنال رو فعال نکردیم کو. به این هم آنها از پس یک دیگر هستند. الیونت به گروه خبر ده. در چهارراهی پیش آمد راه را بندند. اکنون فقط سخن کنیم. رفیقون، از پس کارتکلس هستیم. چهارراهی که در پیش است راه را بندید. علاقه تمام. به ناموس انیق در چهارراه‌های پیش آمد راه را بسته است. من در این جایها به طرف راست میگردم. در این راه جدا میشوم. بگذار جنگاور را تعقیب کنم. او را دستگیر کردن نمیتوانند. بی‌عقل. سردارم، اکنون کدامش رو تعقیب میکنیم؟ کارتکلس رو یا جنگاور رو؟ البته کارتکلس رو. با جادوستاری سردارم. یا خدای من. سخت ترسیدم کمال. نه ترس خانم ملیس، من همین جایم. آخر دیگر رویم رو نمیبینی گفته بودی. اگر به تو کسی ضرر نرساند میروم. کسی ضرر رساند دویده میگویم خانم ملیس. خوب، دیگر کسی ضرر نمیرساند. میتوانی روی. از روزی که به این خانه آمدی یگانه آدمی که به من ضرر میرساند تو هستی. از کجا پیدا شدی؟ دلم رو میشکنی خانم ملیس. شکسته ریزد. نزد تو آمده ایستادم دخترم. کمی دیر شد، معذرت میخوام، اما تو رو بسیار یاد کردم. در خانه نیستم پدر. میدانم که در خانه ای دخترم. کمتر پس آنجا میشوم. یگان چیز میخوای بیارم؟ از تو یگان چیز نمیخواهم پدر. از من دور باش کافی است. در این زمانه پدری دختر بودن از پدری مافیا بودن دیده دشوارتر است. این جنگاور نیست مگر؟ تعقیب کنید او را.
ماشین کالتاکلاس اینجاست. بله. مردک بگریخته است. اوی کالتاکلاس، اوی کالتاکلاس، این چه عذاب است که از پیش تو میکشم؟ لعنتی بیشرف، من میدونم تو رو چی کار کنم. در محله دخترم این چیکار میکند؟ یا که از پسی دخترم است؟ پس ما از این خلاص شدیم، باز این سر کرد. کجا غیب زد او؟ لوین رفتم. سردارم عجبو، باز بریم خانم و بابا اکرم بکنیم. ممکن که کالتاکلاس در همونجا باشه. این خیلی نیست، دیشب اونجا دستگیر شد. چرا با اونجا رود؟ ممکن رفته باشد. هر جا باشد به عقل اونال مرا اینجا دیگر نمیکنه. برای به اینجا آمدن عقلی وی به عقل نمیگیرد، مگر میآید. نه چینگیز میرم یا نه؟ حاضرم فکر کرده استودایی؟ تمام گپ شما درست، گپ لوین نادرست. بیا بریم امروز زادروز گلندم و یک تبریک میکنیم، بسیار شاد میشه. رفتیم؟ نه لوین، تو حق هستی. نه سردار، شما حق هستید. بیا رویم. نه لوین، تو حق هستی. و کالتاکلاس فکر میکنه که ما دیگر اون قطر رو نمیکوبیم. انیق با اون قطر رفته است. سردارم از برای خدا با یک خلاصه بیاید چیکار کنیم؟ یعنی حاضر به خونه بابا اکرم رفته هجوم میکنیم؟ نه جونم، همین خیر رفته هجوم نمیکنیم. دلیل نداریم. پگاه زهرا رو تعقیب میکنیم. زهرا ما رو به نزد کالتاکلاس میبرد. سردارم قسم میخورم از تعقیب کردن دیوانه شدیم. اول کالتاکلاس جنگاور، بعدن خانم زهرا. اوه در کجا بودید جناب زیو؟ با کجا غیب زدید؟ شما حالا خواب نکردید؟ نه، از ترس اون جین خوابم نبرد. به خدا جین نیست، فلان نیست. از برای خدا این خیل نکنید. رفته خواب کنید. نمیدونم. دخترم من باید زهرا را ببینم. کی است در این نصف شب؟ اوف برادر، دیوانه هستی در این وقت شب زنگ میزنی ها؟ کالتاکلاس از محبس گریخته از خبر داری؟ جناب سقراط، این شما هستید؟ تو به سوالم جواب ده. کی گریخته است؟ چی خیل گریخته است؟ خودت را به نادانی نزن کودک. کالتاکلاس حتما با دوست دخترش در ارتباط می شود. مکانی کالتاکلاس رو فهمیده به من خبر میدی، وگرنه میموری. از کجا میدونم اون دردی سر در کجا پنهان شده است؟ باز طرفم وایم میکنه. تلفن خاموش است. اکنون چی خیل خوب کنم؟ خوابم گریخت.
ایستا خیر داد نزن، خاموش باش. چی داد میزنی؟ همه را اینجا جمع میکنی. خدا جین مثلی زیو گپ میزنه. چی خیل جین است برای خدا؟ زهرا با کی گفته ایستادم؟ من هستم، من. زیو این تو هستی؟ بله منم. جین زیو نیستی همین خیل نه؟ چی خیل جین زهرا؟ هر کسی که با لباسی با بوی برفی گردد فکر میکنه که جین است. زیو یا این که تو هم اون جین رو دیدی؟ بسیار میترسم. ایست نکن دستم. زیو چی شد با تو؟ چی شد؟ چیز نیست، تیر گذشت، اونر تیر پراند. چی؟ بله چیزی نیست، داد نزن، زده گذشت. دخترم برای دیدن مادرت نمی روی. میدانی تو رو بسیار یاد کرده است. من با اون خانه نمی آیم پدر. ما با مادرم در بیرون و میخوریم. خوب دخترم، خودت میدونی. اگه باز خبر میگیرم، فراموش نکن، با دقت باش. آن جنگاور نقابدار دیدم در این جایها میگشت. دیدی در حال به من خبر ده. در این جایها دیدی؟ کی دیدی؟ دخترم تو یگان با روی آن آدم رو دیدی؟ روی او رو کی دیده است که من دیده باشم پدر؟ برای چی پرسیدی؟ همطور میخوام گویم میترسم که به تو ضرر میرساند. پروا نکن پدر، با من از او ضرر نمیرسد، اما از تو انیق میرسد. او دخترم، هوشیار باش جناب مؤذن، زیر نظارت من هستی، مگر نه خودت میدانی چی میشه. پدر؟ در آنجا چی کار میکنی؟ چیزی نیست دخترم، گفتم مؤذن رو یک سلام دهم. هوشیار باش مؤذن، گفته هایم را فراموش نکن. دختری من در این محله چیکار میکند؟ برای چی به اینجا کوچیده باشد؟ مؤذن را هم هیچ نپسندیدم. جنگاور هم در اینجا میگردد. اینجا آرام نیست. هر روز آمده از سنم پرسیدن لازم. یزنم تو رو در اینجا میابد زیاد. چرا به اینجا آمدی؟ چیزی نمیشود. با فکرم او دیگر فکری اینجا آمدن را ندارد. چون این فکر دارم، یعنی هرگز نمیآیم. زیاد تو دیوانه شده ای؟ چه خیلی هرگز نمیابد. برای دستگیر کردنی تو همه ای کار رو میکند. اینجا انیخ تو رو میابد. پروا نکن، تمام آخر آرام باش. من باید آن کارت را یافته خودم را سفید کنم. تا آن زمان حل میکنم، یعنی دیگر هیچ چیز لازم نمیشود. چه خیلی میابی وی رو؟ پگاه پرسش را سر میکنیم. پرسش؟ چه خیلی پرسش؟ در خانه هر کسی که هست، یعنی که در خانه کسی که هست یک به یک میپرسیم. آنها را در یک اتاق تاریک میپرسی. من از پس پرده گذاشته گوش میکنم. میبینی کسی که دروغ بگوید از احوالش رفتار معلوم میشود. البته که یکیشون خود را آشکار میکند. من چه خیلی میپرسم زیو؟ دیتکتیو هستم من مگر؟ میپرسی. من به تو باوری دارم. از عهده‌اش میبرایی. سوال هایی که باید پرسی به تو میگویم. یک جای مشق میکنیم. تو ایست، من به قلاورخانه روم. ایست؟ باز به نزد همون زن میروی زیو؟ کدام زنه؟ من به نزد دخترم میروم. زهرا، بس من قول داده بودم که شب یک جای خواب میکنم. زیو اون زن رو گسیل کن اکنون. بس من همه واقعه رو میفهمونیم. زهرا، وقتی این است مگر نکنین خیلی از برای خدا. وقتش کی میرسد این خیلی باشد زیو جان؟ با سر نکن از زهرا، لطفا. نه
چی خیر گپ است با سر نکن زهرا جان ها از برای خدا کارو کشال میدهی زیو. تمام جانم تمام حل میکنم. تمام جانم میگوید چرا حل میکنی عجبا؟ تو خودت میفهمی که هر دوی ما را خودت دیداره داری. چی خیلی زیبا ماشاءالله 2 زن داری. این نکنه. من چی میگویم تو چی ها میگویی؟ چیزی نمونده است که مرا به جنایت نکردم پرتویم. خودم رو نجات دادنم تو باشی 2 خانه داری میگویی. زهرا حاضر وقتی این است مگر بعدا گپ میزنیم. به خدا قول میدم حل میکنم. لطفا خیر من میروم. این خیلی نکن از برای خدا. رف جانم رف. در اینجا چی کار میکنی؟ رف. آموختی خیالی کلتا کلاس رو یافته نتوانستم، اما درباره جنگاور یک معلومات دسترس کردم. وقتی که نبیرات آن رو گرفته بودند آدم‌هایت به جنگاور خبر دادند. او رفته همه‌شان رو آزاد کرده است. چرا؟ همه‌اش توبه کرده. توبه کردن؟ جنگاور آنها رو دعوت کرده سراغ تو رو گرفته است. این خودش چی گپ است؟ جنگاور به آنها امر معروف کرده است. امر معروف؟ بسیار خوب. دیگر مرا هیچ کس نمیشناسد. از آدم‌های بد خلاص شدم. مرا دستگیر کردن نمیتوانند. وای سلام، من دوگانه ملیس هستم. دستایم رو در کجا شویم؟ ملیس تو چرا این خیل پوشیدی؟ چرا این خیل گپ میزنی؟ مادر شما مرا شناختید. چرا نمیشناختم تو رو؟ البته میشناسی، من دخترتم، اما آنها نمیشناسند. ملیس آنها کیم؟ همه در پایان است. بله در پایان. چی شد؟ حاضر پایان میروم، سیر و فوش نکن میلش. ملیس تو چیکار کردن میخواهی؟ مادر بعدن میگویم چیکار کرده استادم. حاضر به پایان رفتن لازم. رفتیم. این دختر دیوانه شده است. رفتیم. ملیس چی خبر ها؟ چیکار کردی ملیس؟ مادر مگر تو گفتی؟ چرا؟ ملیس بودنم رو. ای ملیس سفسطه نگو، به اینجا یک جای آمدیم کو. از کجا فهمیدن این خیل باشد؟ خدای من. ملیس رها کنید مرا. تو اینجا هم بخیر است؟ نمیدونم سمی. معلوم که مدلی نواست. چیکار کرده است؟ مویش رو رنگ کرده است؟ پرید پوشیده است، عینک مانده است، پیشش را بریده است و من خودش را مانند کرده ایستاده است. البته همین خیل شدن میخواهد. خدا لعنت کند. این خیل نمیشود. مرا دیگر کار کردنم لازم. اما چی؟ اما چی کار؟ دخترم ما به این همه دونستیم که تو هجری را بسیار دوست میداری. همین طور نه نجمیه؟ بله شبهی نداشتم. خوش، نقشه‌مون رو آخرین بار از نظر میگذارونیم. هر دوی شما به نزد در هجری دویده رفته. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم
والشجر يسجدان بیدو هجری بیدو مثلا چیزی شده زود یاریش کن صدق الله العظیم یا خدایا چی شده باشد خدایا خانم سنم رو نگهدار باش زود باش هجری زودتر باش سنم میمورد چی شد خلای رقیه دو هجری دو حالی سنم بد شده است گردنم میمورم کجا شد این هجری ها بیا کنون عجب هجری نمی آمده باشد گردنم خانم سنم چی خیل هستی؟ گردنم هجری بسیار درد میکنه خدا نشان ندهد با گردن چی شده باشد آرام باش تو گردنم اونقدر دردمند شده است که از جایم حتی جنبیدن نمیتونم هجری این با من بازی کرده ایستاده است چرا خیلی نگاه میکند یا فهمید که با او بازی کرده ایستادم هجری پسرم ما برای کمک خانم سنم آمده بودیم ولی این دختری بیچاره در نزد چشم ما وقتی رو بوچین یک و یک بار افتید گردنش ضرب خورد ای خدا با این دختر چیزی نشود و جوان است یک دختر مثل همین افتیده بود تا آخری عمرش فلج مانده بود خالای نجمیه شما چه خیلی گپ میزنید خدا نشان ندهد خیز با بیمار خونه میرویم زود ما یاری تجلی رو زنگ زدیم در راه هستم حاضر میآیند اما تا آمدنی ما گردنش رو مالیش دهید گفتن مساجش کرده با نه پسرم منتظر تو بودیم ما آدم های نادان هستیم از کجا میدونیم محض کردن رو شاید یکان کاری دیگر کنیم که باز بدتر شود گفته ترسیدیم اوهو با این خاله ها نگاه کن از من دیده بازیگری خوب بودن هجری میمورم خیر پسرم محض کن دختر میمورد اما خالای نجمیه جایز نیست تو خیر هجری پسرم گفته ای دخترا بکنی جایز است اما من دکتر نیستم خالای نجمیه هجری پسرم با این دختر نگاه کن رنگ و رویش دیگر شد این دختر چیزی می شود کنی زودتر محسش کن کنی پسرم خیلی نگاه کردن نیستو زودتر باش هجری با من چیزی می شود با فکرم تمام خانم سنم آرام باش کنی خیز اوستا بودی خود شما اینجا هستید کمی دیگر این طرف رو خودش شگم پدر؟ در گردن دختر من دست تو چیکار میکند مازین گردن خانم سنم وای شده است کارا تمام شد تمام از اینجا مردت رو میبرارم پدر ایست چی هم میگوی تو؟ ایست کمی آروم شو خانم سنم ببخش جناب یک نفهمی شده است گردن خانم سنم رک کشیده است با پدرت بفهمون سنم اخیر من با تو چند بار گفتم که از دخترم دور شو نمیفهمی میپرانم تو را ایست پدر ایست آروم باش در حقیقت گردنم وای شده بود دخترم چی شد با گردنی تو؟ بسیار خوب مینمایی این آدم تو را فریب داده است چه مازن هستی تو ها؟ شر نمیکنی گردن تو معیوب نشده بود معیوب شده بود پدرم رو دیدم خوب شدم دروغ نگوی با من هجری من وای دروغگوی هستی دروغگوی تو چه حق داری که با دختری من گویی که دروغگوی هست سنم کنه تو با درون درا باز با سر و رویت خون نپرد پدر؟
як сӯист гуфтам, як сӯист ба дарорам. асло ба ӯ зарар намерасонӣ, иҷозат намедиҳам. як сӯист мегӯям. кӯши ҳам як со намеистам. ӯро мону, маро парон. ба ту як сӯист мегӯям, як со. хонум Санам як тараф истедӣ? ту як сӯист? дӯстдоштаатро мекушам духтарам, аз инҷо рав. не падар, мо дӯстдошта фалон нестем. мо танҳо рафиқ ҳастем. рафиқ гуфтӣ? яъне рафиқ гуфтам. манзурам аз рафиқ ҳамсоя буд. духтарам, ту киро фиреб медиҳӣ? чӣ хел рафиқ, чӣ хел ҳамсоя? аниқ дӯстдоштаат аст. дӯстдоштаат намебуд, худатро дар пешаш намепартофтӣ. ӯро не, маро паро намегуфтӣ. гуфтам, чунки нахостам ки ту қотил шавӣ, падар. пештар ба ман гуфта будӣ ки аз ӯ хушам меояд ку? дурӯғ гуфта будам. духтарам, бо ман шӯхӣ накун. ин одам дӯстдоштаат аст ё нест? нест, падар. ман дигар касро дӯст медорам. дигар касро? бале. хуб, туро ҳамчун рафиқат медонӣ, аммо ӯ туро мисли рафиқаш медонад ё ин ки туро дӯст медорад? не, падар. ӯ ҳамаро мисли рафиқаш медонад, маро дӯст намедорад. ҳамин хел не иҷрӣ? бин, маро дӯст намедорад. бо ту боз во мехӯрем муаззин. бори дигар ба духтарам наздик шавӣ, туро намебахшам. ту ба куҷо меравӣ? падар, охир ӯ меҳмон аст, аз пасаш набарем айб мешавад. ҳамин хел не? ман ҳозир меоям. ҳиҷри ист? ист? туро чизе мешавад гуфта бисёр тарсидам. тарсидам ки падарам туро мепаронад иҷрӣ. аз пушти бозӣ беақлонаам чизе намонда буд ки мемурдӣ. бахшиши бисёр мепурсам иҷрӣ. рафта ин бозиҳоятро бо дӯстдоштаат кун. ин ҳам бо дӯст доштан бозӣ дорам, ҳиҷрӣ нодон. ман туро дӯст медорам. охир чӣ кор кардам мана? танҳо ба хотири ҳиҷриро наҷот додан дӯстдоштаи дигар дорам гуфтам, дурӯғ гуфтам. баъди ин кор ҳиҷри дигар ба рӯям нигоҳ намекунад. куҷо шуде духтарам? хайр, ман ҳам меравам. кани бигӯ, ки аст ту? ки будааст? гуфти дигар касро дӯст медорам. кӣ аст вай одам? вай асту. ӯ ҳам актёр аст, дар театри мо аст. иншоалло ба ман хуш меояд. вагарна рӯзи ӯро ҳам сиёҳ мекунам, медонӣ ку? ба зиндагии ман халал нарасон. каме маро роҳат мон. маъшуқа доштааст. ин хел боча чаро бо ман бозӣ дорӣ? чӣ дард дорӣ? аз ман чӣ мехоҳӣ охира? зӯраҷон, ҳамин калтакелас баъди гурехтааш ба ту занг зад, назад? не, занг назад. яъне намедонӣ ки дар куҷост? ман аз куҷо медонам, самиҷон? беин ҳам зиёд то кордро ба суқротки доданашро пайдо накунад ба бирон намебарояд. ҳаётам, умед дорам ки тез сарёбанду гунаҳгор ба дӯш гираду зиёдило барояд. ҳамин хел не? кордро касе аз ин хона ба суқрот додааст, самӣ. лутфан касе ба ҳеҷ куҷо наравад. бегоҳа мешуморо ман ба пурсиш мебарам.
کسی ملیس رو ندید؟ وای این سو با کجای رفت؟ اما من نمیدونم یعنی خدایا با من خبر نداده با کجا رفت این دختر؟ تولین جون خوب هستی؟ دیشب بسیار بد بودی برای همین پرسیده ایستادم. ای سمی ای اون جین رو دیدم از اون وقت حاضر دست و پایم میلرزد از پیش چشمانم نمیرود اون جین. ای سمی تو این رو دونسته چرا به یادی من میاری بازه؟ یک لحظه شما جین گفتید؟ بله جین دیدم اما هیچ کس به من باور نمی کند. قسم میخورم من هم دیشب دیدم عقلم از سرم رفت. ایست تو هیچ چیز را ندیده ای حالا. بین شما رو شنیدید او هم دیده است آخر. تولین جان جین و عجین دیگر نیست در نظرت تفته است. ای سمی از برای خدا من چی چیز دیدنم رو نمیدونم اگر جین دیدم جین. بفرمایید به نزدیکی آمدید؟ من پسری اکای خانم تولین عدنان هستم. امام رو جغ میزنید خوش رویت؟ البته جناب. وای خانه نگاره چقدر قصر زیبا. از برای اون جین قریب بود که دلم از کار میموند. خدایم محافظت کرد. خانم تولین جیانتون آمده است. جیانم؟ پسر اکاتون عدنان. عدنان؟ یعنی شما جانی با نام عدنان دارید؟ اشنو این تسبیح رو سر فهم نرفتم. بفرمایید. دوستانی عزیز اگر شما خواهش سفر کردن به وطن را دارید و می‌خواهید که از شرکت بایرنوک چیپتای هواپیما را خریداری نمایید، مرحمت به شرکت برداران تاجیک ما که سالهای دراز کار و فعالیت میکنند زنگ زنید و ما برای هر یک چیپتای فروخته شده کفالت میدهیم. زیرا برای هر یک شخصی خریدار پیش از همه بایرنوک بودن شرکت خیلی ضرور است و ما این شرکت را برای شما دوستان توصیه می‌کنیم. شرکت و زیاد از 5 سال میباشد که کار و فعالیت میکنیم. روی رقم‌های چون شما میتوانید با واسطه وایبر و واتساپ و ایمو نیز با تماس برآیید. از ارگوی الهی با شما سفر بی خطر را خواهانم. به نزدیکی اومدید؟ وای امام چیکار کرده ایستادید؟ شما کیستید؟ ای حتی مادرم رو نشناخت. یعنی شکلی خوب کردم. از برای خدا اما من جیانت عدنان هستم. چه خیلی مرا نمیشناسی؟ اکای من عدنان گفتنی پسر ندارم. من از زنی به جایشم. چه ها گفته ایستادید شما؟ اکم اویله و زندگی بسیار خوب دارد. چی شد؟ مادر چه خیلی به جایی من ملیس هستم. ملیس؟ پسرم با کجا می روی؟ شین برم. پدر شیرم مردم رو می سوزونی ها؟ سوار شو. پدر جان تو با من حالا هم نگفتی که چی خیلی ثروتمند شدی؟ پسرم گفتم کو خزینه یافتم. گفتم پدر از برای خدا رها کن این گپا رو. تو با من راستش رو بگو. از کی به تو میراث ماند؟ از شاهی بیزنس مانده است. شاهی بیزنس گفتی؟ ملیس تو دیوانه هستی؟ چرا این خط پوشیدی؟ حیاتم زیری خطر است. چرا نمیفهمی؟ آدم های خطرناک از پس من هستن. چی؟ مادر خاموش. ای مادر باید این کارو میکردم. همین طریق خودم رو پنهان میکنم. گوش کن در داخل مرا همچون عدنان شناس میکنی. ملیس به تعطیل رفت میگویی به کجا رفت نمیدونم. لطفا مادر جون. های ملیس بعدن چی میشود؟ نمیدونم بعدش را یگون فکر میکنیم. این را تنها تو میدانی لطفا.
خدایا این چی بلاست که به سرمون میآید. شد تمام. عدنان پسرم کنی به درون درو. کنی بیا 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 درو گذر. بیا بیا. بیا عدنان جان. گذر شیرینم. سلام علیکم مردم. علیکم سلام. خوش شناس کنم پسری اکم از زنی دویومش جیانم عدنان. کمی با ما زندگی میکند. بسیار زیبا است همین خیلی. بله به حال. خوش آمدید جناب عدنان. خوش باشی جانم. ملی زنگ زد به رخصتی رفته است. با کجا رفته است؟ آه سمی به رخصتی رفته است یعنی میدونی که میرود کمی استراحت کردن خواسته است. من برای دیدن دختری عمم آمده بودم و اما نبوده است. خیر تا آمدنش همین جا هستیم. عدنان جان این خیلی نمی نوشم. عادت کردم ماما جان. حیات رو ببینه از پشت کانون دیوونه در تونل ها پنهان میشوم. تو در بالای زمین گردی و من در زیر زمین. نه قهرم کرده. یک هفته میشه که آفتاب ندیدیم. کلاس خدا بگیرد مایم شوکت برادرم. چی داد زده ایستاده ای؟ اینجا یگان کس تو را میبیند. من نگفته بودم که رو از اینجا. گفتی نه که نتونستم. برادر به تو احتیاج دارم. من بانو را میدوزدم. باید یک نقشه کشم. و من یاری میدهی؟ با درون در را من به تو نشون میدیم. با درون در نیست کلاس جا نقشه میکشیده است. شوکت یک بار به دست من افتی پوستت میکنم پوست. بعدا از پوستی تو برای بانو پاپوشی میکنم. آن نشو برم. آرچا جون آرچا تو زن اومدی با خونه ای ما مهمون اومدی. بسم الله الرحمن الرحیم. اینها کی هستن؟ اکا تو با ما گفته بودی که همه باباهای برفی شهر رو جمع کرده به نزد من آورد. موسمش نبوده است. ما همین قدرش رو افته آوردیم. کشاده دیدید مگر؟ نه اکا ما گفتیم تو اکا کانون نبیند ما رویشون رو نمیبینیم. کنی رویشون رو کشاید یک بینیم؟ ایلش کو بکشویم. شاید این باشد اکا. نبوده است. میکشویم. کنی شوکت لین ها؟ شوکت گفتی؟ کدام شوکت اکا؟ شوکت پاوکت نیست اکای کانون. شما گفتید بابای برفی رو بیارید. اینا یک دو سه همین که گفتیم بابای برفی دیگه نیست. ای گوسفندی بفهم پیسری به عقل ها. هر رفته گم شوید برای من شوکت رو یافته بیارید. با طرف چاکرد؟ ای برادر همه به عقل ها مرا میابند مگر یگان آدمی با عقل نیست که در گرد و اطراف ما. برای من یک چای بیارید. اوه هم خدمت خوش آمدیشین. خوش نامدیم کنعان. با خیر است؟ چی شد؟ چی میشد؟ و تو باور کرده دخترم را امانت گذاشتم. تو چی کار کردی؟ چی کار کردم آشنا؟ دست دخترم را گرفته با مؤذن شناس کردی. حاضر باشد مؤذن از پس دخترم است. تو درباره هجری گفته ایستاده ای؟ گوش کن مرا. تا جای من میدانم دختری تو از پس هجری میدود. صبر کن کنعان. این خودش چی گپ است؟
گوش کن با تو هم میگویم من با آن مؤذن گپای لازمه رو گفتم تو هم رفته با او بگو اگر ناراحت کنی دخترم رو ادامه دهد نمیبخشم ای مرا گوش کن هجری رو از دختری تو خوشش نآمد تو از پسی چی هستی من چیزی رو نفهمیدم من حالا با او نشون میدهم بار دیگر او را با دخترم بینم او را با 20 تیر 20 سوراخ میکنم هم خدمت کمی آهسته تر وزنی شو تا تو را آدمی خوب گویم دختری تو زیبا اما برای هیچ دختر نیست مگر اگر دستش رو بردارد 50 دختر اگر میانش رو بندد 250 دختر مرا نازکا گوش کن من دختری ندارم که با او بدیم فهمیدی؟ نه آشنا از تو کسی دختر نخواسته است؟ دخترم را نمیدهم میگویم ما هم نمیخواهیم دخترت را گپ را دراز نکن من گفتنیم را گفتم رفته با او بگو اگر امر معروف را ادامه دادن خواهد از دخترم دور ایستد کار رو ببین برادر همه از پسی دیوانه من در حسرت آدمی با عقلم یگان آدمی با عقل رو برای من نمیبرایده کجا شد چای زهری من میگن کلاس با جنگاور خلاص کرده من یه چیزا نفهمیدم چی باکو جنگاور تر خلاص میکنه مرا نه چی باکو تو رو نجات داده چی کار میکنه کنی بگوی چی میدونم مثلا کانون دیوونه را دوستی شخصه میگیرید جنگاور شنود که تو نامی او را استفاده برده ای تو را دو شپاتی میزنه با خودم مجبور شدم لباساشو پوشیدم شاکرت چی کاری میکنی بیکن سری مرا در بلا نگذار دیگر هیچ چیز نمیخوام به این هم بالای سرم بلا بسیار است خیلی بریم تبکوی فیضی نهما بخوریم چی شیسته همیجا؟ پسرم امروز کمی با خانم تولین وقت میگذرانم خبر ده که آمادم بگو در نزد در منتظرم کنی رو بین پدر جان نگفته نماند چشمون این زن در تو نیز در پول و مالی توست خاموش بی تربیه بی آداب تو در باره مادری آینده چه خیلی گپ زده ایستاده بین پدر جان من اون زن رو همه چیز میگویم اما مادر نمیگویم بگویی بی تربیه بی آداب رو زود باش رو خبر ده پدر خاموش هیچ چیز نگوی رفت خبر ده بگوی که پدرم در بیرون منتظر است رو بی آداب بوسفندی بفهم با اجازت شما من میخیزم جناب عزمی رو منتظر نکنم ینگا جان شما با این جناب دیوانه در حقیقت جدی هستید؟ زهرا جان ما نو در عرفه شناس شوی هستیم خوب میشد که دیوانه نگوییم جنابی عزمی گوییم خوبتر است چون که ما او رو بسیار نادرست فهمیدیم یعنی آنقدر جنابی با آداب هست که یعنی روحی زنها رو بسیار خوب میفهمد آدمی روحی نازک داشته بسیار آدمی با آداب بسیار آدمی شیرین است خیر من جنابی عزمی رو منتظر نکنم عدنان جان تو هم ناراحت نباش به حولی برادر باغچه سیر کن خیر تا بازدی جانم خیر تا بازدی دم جان من خودم سیر و گشت میکنم مادر چیکار میکنی؟ نمیخواهم که با آن دیوانه واخوری وا نمیخوری اوف تو با من کاردار نشو ما یک دیگر رو نمیشناسیم خیر عدنان جان تو در باغچه سیر و گشت کن میلش خیر بازدید زنگ میزنم سومد دیوانه دامولوی ساخته دیدم دامولوی ساخته رو دیدم او اینجاست جناب عزمی در کجاست؟ نزدی در است منتظر شما بود خانم تولین همین خیر این خیل باشد در حال رو منتظرش نکنم بای خانم تولین خانم ملیس در درون است ملیس وای با رخصتی رفت
ба рухсатӣ баромад? бале ба рухсатӣ рафт. ӯ баъзан ҳамин хел мекарда. меравад яъне. хуб ба куҷо рафтанашро гуфт? ай ҷаноби камол чӣ ин қадар саволи зиёд медиҳед? рафт охир ба рухсатӣ рафт. чизе нагуфт. бисёр вақт ҳамин хел мекард. мерафт яъне. ман падаратонро мунтазир накунам. ай дар куҷо бошад ин одам? ба куҷо мерафта бошад ин девона? ҷаноби азмӣ маро надавонед. чиро бошад? акнун ман чӣ кор кунам? ҷаноби азмӣ чӣ кор карда истодед аз барои худо? дидам ӯро. ӯ девона аст. домлои сохтаро дидам. ӯ ҳаминҷост. уф, киро гуфта истодаед? ҳаминҷо ҳаст мегӯям. дидам. ӯ аз хонум мегӯрезад. домлои сохта ҳаминҷост. дидам ӯро. калта келасро? бале, вай сохтакори қонунгурез дар ҳамин хона аст. уф. ӯ девона нест магар? эй вой. ё ин ки дар он ҷо зиёро дидааст чӣ? ҷаноби азмӣ ба назаратон намудааст. биё равем. биё меравем. не, дар назару пазарам нанамудааст. вай дар ҳаминҷост. янгай чӣ гап аст? ай зуҳроҷон, ҷаноби азмӣ дар назараш чизеро дидааст. не, гуфтам ку дар назарам натофт. ӯ девона аст. домлои сохта инҷост. дидам ӯро. ай зуҳро. хонум Тулин, ин дарро ман пеш аз баромаданам қулф кардам. яъне ғайр аз ман дигар кас омада кушода наметавонад. ҷаноби азмӣ шунидед? дарро қулф кардааст. рафтем, маро наранҷонед. рафтем. хонум Тулин, аз туро ранҷонидан сарамро шиканам хубтар аст. шикан набошад, ман он девонро дазир мекунам. фармоед. бисёр ширин ҳастед. زیا در کجا هستی؟ همین جایم زهرا. زیا زیا پدر آنجا چیکار میکنه؟ سلام جانم. ошно ин кор намешавад. ҳам меравад, ҳам ба куҷо рафтанашро ба ҳеҷ кас намегӯяд. аниқ аз ман мегурезад. дӯстам намедорад охир. камоли сиёҳ, чӣ фикр дорӣ ту? шояд сараш дар бало бошад. яке бобои қодир пеш аз ту духтарро ёбад. ман бояд ин корро дарҳол ҳал кунам. кӣ аст ин боз? ё ин ки одами бобои қодир аст? кӣ ҳастӣ ту? маро нашинохт. аслан ту худат кӣ ҳастӣ? туро ба ин ҷо бобои қодир фиристодааст? маро мезанад ин девона. ай бародар, ту чӣ кор мекунӣ? бобои қодир кист? якум бор ҳаст мешунавам, намешиносам. ман писари тағои Мелис, Аднани Ҷасурам. Аднани Ҷасур? бале, Мелисро зиёрат омада будам. шанси маро бин, ба таътил баромадааст. бахшиш бародар, як нофаҳмие шуд. майлаш, ки аст ин бобои қодир? мушкилӣ эҷод мекунад. чӣ шуд бародар? забонатро хӯрдӣ? ки ҳаст бобои қодир мегӯям? ё ин ки ба Мелис даст дарозӣ мекунад, ҳа? озораш медиҳад. медонӣ чӣ? мекушам ӯро, мекушам. ту парво накун бародар, ин кори ман аст. ҳоло касе ки ба хонум Мелис зарар расонад, аз шиками модараш таваллуд нашудааст. бисёр хуб, вале ту кӣ ҳастӣ? ман муҳофизи хонум Мелис ҳастам. саломат бош. хайр бародар, ту аз роҳи дур омадаӣ.
اینجا رو نمیدونی. بیا من تو رو کجای خوی برم. پسری تقوی خانم ملیس برادری ما است. با یک گپی تو میون میشکنم. رحمت برادر، من تو رو ناراحت نمیکنم. این خیل نمیشود. تو رو به هیچ کجا رفتن نمیگذارم. وای داد، باز این آدم به من چسبید کو؟ خوب، مادامی که بسیار میخواهی بیا سیر میکنیم. بیا برادر. زیو پروانه کن. هیچ کس آن دیوانه رو باور نمی کند. از همه گریختم. چیزی نمانده بود که دیوانه دستگیرم. پدر جان دیوانه کی است؟ جانم تو حاضر پدرت رو خسته نکن. مایلش او بسیار خسته است. کمی استراحت کند. به این نگاه کن. چه خیلی بازی میکند گویا که در فکر زیو است. شیطان جناب زیو، از شما یک چیز رو پرسم. شما میدونید در این گرد و اطراف یگان کاشانه حسن هست؟ خیلی وقت شد که خود را آرا ندادم. باور کنید همین خیلی خوبتر هستید خانم بهار. همین طور؟ نمیدونم. میگویم موی سرم رو رنگ کنم همین طور یا این که مکیاژ کنم. نمیدونم. باور کنید من نمیدونم. از زهرا پرسیم چی؟ زهرا؟ چی خیلی است؟ کنی بیا دخترم، من به تو دیوانه را میفرمونم. بیا. خیلی خوب، این خیلی باشد شیرینم. تو با پدرت رو. مایلش من رفتم موی سرم رو رنگ کرده میویم. مایلش مادر جان. این خیلی باشد. تا باز دید خانم زهرا. تو در کجاها با چی کار مشغولی زیو؟ خوش دخترم، اکنون میفهمانم دیوانه وای میشود. با هم خواهیم دید زیو. تو با کجا میروی؟ با کجا روم؟ کاشانه حسن؟ شیرینک خیر. عجبا، در کاشانه حسن با کتکلس و میخورده باشد. سردارم یک مردک کپ کلا نخواد که خیلی فکر خام بکنی. آخر کاشانه حسن جایی است که آدم بزیب خودشون مجبور خوشرو میکنن. اینا مردک ولی من تو که خوشرو هستم نه کاشانه حسن میریم رنگ زورا. این خیلی باشد. پیش از آنه که با کتکلس و میخورد موی سرش رو آرام میدهد. ها اکاونا جوره من که باشی گپتون 100% منطق داره. دخترها پیش از واخوری با معشوقاشون خودشون خوشرو میکنن. تو غوری گفتی. زهرا با کتکلس و میخورد پسرم. با کسی زن میزند. انیق با کتکلس صحبت میکند. لبه محترمه زهرا شنلی، من کمینسری کلان فاتح. بفرمایید. خانم زهرا، شناسنامه تان رقمش 322 455 677 درست است؟ بله درست، این رقم شناسنامه من است. خانم، وقتای آخر در یگان جا شناسنامه تان را افتانیده اید یا آن را دزدیده بودند؟ نه نشده بود، این خیلش به یادم نیست. وقتای آخر با شناسنامه تان از اینترنت یگان چیز خریداری کرده بودید؟ بله کرده بودم. فهمیدم خانم. با شما گفتنی هستم که دیشب 2 نفر را با مقصد ترور کردنشان دستگیر نمودیم. در دست تروریستان شناسنامه شما و دیگران پیدا شد. از نام شما 23 عدد رقم، 1 عدد کارت صورت حساب، 2 عدد کارت خرید گرفته شد و با صورت حسابتان دسترسی پیدا کردند. چی خیلی یعنی؟ خانم زهرا، از این حادثه تشویش نشوید. وضعیت زیر نظارت امنیت است. تلفنتون رو خاموش نکرده گفتم میایم رو گوش کنید. تمام من شما رو گوش میکنم. بفرمایید. یا خدایا، این خانم زورا با کی قدر در راه صحبت کرده صدا باشد ها؟ با کی گپ میزند؟ با کتکلس گپ میزند. اگر یک استکان میبود در گوش میمونم صداش میشنویدم. در کدام بانک صورت حساب دارید؟ فهمو چی مقدار پول دارید؟ قریب 300,000 لیره. از همه شعبه نزدیک به شما کدام است؟ شعبه مرکزی. خانم زهرا، حاضر به آن شعبه رفته پیش از تروریستان میخواهیم که شما پولهایتان رو گیرید. در این مدت تلفناتون رو خاموش نکنید. ما برای محافظت شما را از دور نظارت میکنیم. فهمو؟
شد من حاضر به نزد ماشینم رفته ایستادم. اومده ایستاده است. اومد. یک ثانیه لطفا. من به ماشینم سوار شدم. یک لحظه. انیق به نزد کلتکلس می رود. لعنتی کلتکلس، این بار از دستم خلاصی نداری. التماس تلفنتان رو خاموش نکنید. گفته‌هایم را اجرا کنید. معلش. سردارم شما جدی هستید؟ کلتکلس چرا با خانم زهرا در بام وا میخورد؟ لیون تو بیعقل هستی. کلتکلس با زهرا چرا در بانک وا میخورده است؟ زهرا به اینجا برای پول گرفتن آمد. چرا؟ به کلتکلس میدهد چون که کلتکلس پول رو گرفته به خارجه میگریزد. کلتکلس با پول نیاز داشته باشد چرا از خانم زهرا میگرفته است؟ میدزده. خاموش باش پسرم، تو فکر نکن، خاموش باش بس. دیدی پول رو گرفته با کلتکلس میبرد. از دستم خلاصی نداری کلتکلس. خانم زهرا، حاضر گروهی تروریستان است بس شما تعقیب میکنن. چی؟ تعقیب کرده ایستادن؟ بله شما تشویش نکشید. در پیش بر راه انتهایی درآیید. مایلش. کلتکلس باید در همین جاها باشد. خانم زهرا، در نزد بینا قوطی پرتو رو دیده ایستاده؟ بله. از ماشین فر آمده پولها را در آن قوطی پرتوها پرتوید. گروه تروریستان وقتی که پولها را میگیرند ما آنها را دستگیر میکنیم. مایلش. سردارم خانم زهرا راست به طرف قوطی مسلکه رفته ایستاده است. یعنی کلتکلس در درون قوطی مسلکه است. یا این کی؟ زهرا پولها را در قوطی پرتو میگذارد، بعدا کلتکلس پولها را گرفته به خارجه میگریزد. شغا فکر کردیم ما این کاری تو را نمیفهمیم؟ همین بوی را فهمیده ایستاده ای؟ چی را فهمیده؟ بوی مسلکه را. خاموش باش. اکنون از مکان حادثه دور شوید. خانم زهرا، حاضر عملیات را شروع میکنند. تمام. تلفنتان را خاموش کنید. ما با واسطه پلیس پول شما را به خانه‌تان برای با ما همکاری کردنتان تشکر زیاد. روز بخیر. روز بخیر. اکنون خانم زهرا را عفو بگذار رود. کمتر پس کلتکلس به اینجا می آید. ما باشیم او رو دستگیر میکنیم.
کلس آمده ایستاده است. سردارم فکر شما درست برآمد. کلس آمد. حاضر تو را مثل خرگوش دستگیر میکنم لعنتی. حاضر تو را دستگیر میکنم خزنده به شرف. تسلیم شاف کلتکلس. ایستا لونت آمد. لونت تو از پسش داو. من راهش را میگیرم. بیداف مردک بش. یعنی اجان نجوم اینم آمده مکه. تسلیم شاف به شرف. کنی رویت رو گردان. تو کی هستی ها؟ این مردکی آدم کلتکلس نیست کو. من هم دیده ایستادم که کلتکلس نیست. خیلی جوابش بده برا بکه. این چی هست؟ لعنتی بشر فریبگر. دستبند را بند لونت. کو دستات دراز که حشرات موسرکه کوه شرم نمیداری مردکی کلام موسرکه میگوی. مار بیناموس. ایزونا میکشی که موسرکه پول میگیری. خز پول ها را بگیر. تمام گرفتم. این خدر وزمینه. دوستان عزیز هر چیز زود دسترس نمودن سلسله فیلم ویدیوهات و با استفاده اعلی با کانال توپ تاجیکس ابونا شوید که در اپیزود ویدیو برای دستگیری همتون تشکر زیاد.